اجاره خونه مادرم ماهی 400,000 تومان من پرداخت می‌کردم. یک سال گذشت اومدیم تمدید کنیم، صاحبخونه گفتش که آقا من خونه رو فروختم و شما باید بلند شید. گفتم عزیزم آخر سال من مادرم کجا ببرم؟ اصلا شرایطش نیست. تو چک از من گرفتی، خدا رو خوش نمیاد. گفت نه آقا من فروختم. 7 میلیون ودیعه خونه مادرم بود. 400,000 تومان ما اجاره میدادیم. خیلی مبلغش سنگین بود. همه دارایی من یه دونه ماشین زانتیا بود. رفتم یه خونه برای مادرم پیدا کردم به ارزش 30 میلیون رهن کامل. زانتیامو فروختم، اون خونه رو برای مادرم رهن کردم. مادرمو بردم تو اون خونه، بهش گفتم مادر این خونه رو برات رهن کردم. مادرم خم شد، دستشو کشید به زمین، گفت مادر دست به خاک بزنی طلاقش. گفتم خدا خیلی نامرد، تمام دارایی و دلخوشی من تو زندگی این زانتیا اینم ازم گرفت. خدا برام برنامه داشت، گفت دمت گرم، به مادرت حال دادی، به مادرت عشق دادی، بهت کلکسیون ماشین میدم، بهترین ماشینای دنیا رو سوار شدم و خریدم. تمام زندگی‌ام مدیون پدر مادرم هستم. روزای آخر حالش خیلی بد بود. ما دارو تهیه می‌کردیم، این دارو گرون بود. سرش رفتم گفتم بابا جون دارو خریدم خیلی گرون شده. یه حرفی زد گفت بابا جان یه چیزایی تو آسمون ثبت میشه، رو ورق خرابش نکن. رحمت خدا رفت و خدا خواست و الان من می‌بینم که آسمون پدرم داره جبران میکنه. آفرین به اونایی که بلدن آسمونی زندگی بکنه.